صبح امروز یک گروه از مهاجران توجیک با فرستادن نوار به ما نقل کردند که چند شب گذشته حجره خوابی آنها از سوی نیروهای تعینات مخصوص و کارمندان پلیس مسکو تگرو شده است. به نقل متعول سلیموف، یکی از این مهاجران، آنها طول 2 ماه اخیر در مهمانخانه و یا خود هستل شهر دمدید و زندگی میکردند. وقتی صبح از کار برگشتند، در حجره را شکسته و لباس ها و رخت خوابشان را پهن و پریشان دیدند. شب 23 و شب 24 ما در کار بودیم. سحر اومدیم، همه در کندگی، همه سونکا پونگا کندگی، همه تخم چوش. وقتی پرسیدیم دیجا چی گپ شدگی، کامندانت همی گسینسا گفت که امون درمدگی، امونو درمدگیان. وقتی ملیسا پول همه دکومنت ها و حجت ها و چی چیزی که داشتیم در همه جا سوم پوم همه ما گرفتگیان. به جایی که مراجعت میگن شما پراپیسکای مسکووسکی در حق نداری زندگی کردن. ما راستیگه ترسیدیم که عرضه بنویسیم در مقامات ملیسا اینجا، نمیدونیم که کجا مراجعت کنیم. کودکا رو آوردگیم همیجا دویرناساش و همه چیز رو گرفتگیان سوم پوم و باید کودک آوردگیم که لیچه نکنیم. سوم پوم گرفتگیان نمیدونیم چیکار کنیم، کجا مراجعت کنیم. متعول سلیموف نقل کرد اخیراً در نزدیکی محل زیستی آنها جنایتی صادر شده است و آنها را نیز در این رابطه بازپرسی کردند. عملیات مقامات حفظی حقوق نیز در رابطه به همین حادثه بوده است. اما بعد این عملیات از اتاق مهاجران 400,000 روبل روسی گم شد، مبلغی که به گفته سلیموف برای طبابت فرزندش جمع‌آوری کرده بود. طوری معلوم شد از این قضیه حامیان حقوق مهاجران در روسیه نیز خبر دارند. من از اونها خواهش کردم که حتما در آن خوابگاه شاید که کامیراها باشن و ثبت کردن. آنها گفتن که کامیراها هستند و با گفته راهبر این کارخانه این کامیراها ثبت نمیکنن، کار نمیکنن و خودی راهبر این خوابگاه حاضر در پلیس هست و مسئله این کار رو میبیند و من خواهش کردم که بعد آمدن راهبر این کارخانه با من در تماس شوند، ولی متاسفانه بعدا در تماس. کریم جونیوروف به مهاجران مشورت میدهد که هرگز مبلغ‌های خود را در اتاق‌های زیستشان نگه ندارند. در پی مراجعت کاربران آزادی ویدیو، ما با خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه تماس گرفتیم و شماره تلفن جبردیده‌ها را به آنها دادیم. نمایندگان خدمات گفتند بعد 1 ساعت به آنها زنگ زنیم و ما چنین هم کردیم. از شهروندای ما هم بردن، یک بار خیلی پرسش کردیانو انا حاضر تفتیشات رفته ایستاده. همون سلیپسی گفتنشان در که اگر در حقیقت باشد در کجا موندگی بودن، چی کرده بودن. ولی ما گفتیم که کی دیلای برسوده است، چی وایکا شده است، همش معاین کنیتون. ما با برویتون ما تلفن‌های ما هست بیابا. ما وابسته به صلاحیت ما کمک میرسونیم. از وکالت ما بیرون باشد با مثلا نمایندگی های رسمی دیگر از کنسولگری، از سفارت است. ابراهیم احمدی سخنگوی خدمات مهاجرت وعده داد که قضیه مذکور را زیر نظارت خود قرار میدهند.